مقامات امنیتی ایران روز پنجشنبه گفتند که 2 حمله اخیر به تهران را ایرانی‌های عضو گروه تندروی دولت اسلامی انجام دادند. روز 7 ایون در پی حمله به پارلمان جمهوری اسلامی ایران و آرامگاه پیشوای انقلابی این کشور آیت الله روح الله خمینی 13 نفر به هلاکت رسید و بیش از 40 کس دیگر جراحت برداشت. به قول خبرگزاری‌های ایرانی حمله ها تخمیناً ساعت 10:30 پیش از ظهر چهارشنبه آغاز یافتند. به ساعت 10:30 تا 12 اینجا فقط بسته بودن به رگبار فقط میزدن اینا دیگه. من از ساعت 10:30 تا 1:11 و 11 اینا فکر کنم 6-7 رو دیدم که مجروح می آوردن بیرون همش. وزارت امور داخلی ایران میگوید حملگری که پارلمان را هدف قرار داد خود را ترک کند و نیروهای امنیتی 3 مسلح دیگر را در داخل بینا از بین بردند. همین منبع افزود که حمله به آرامگاه خمینی را 3 نفر انجام داد. یکی خود را منفجر کرد، دیگری از تیر نیروهای امنیتی کشته شد و حملگری سیوم که زن بود بازداشت شد. مقامات امنیتی ایران میگویند حمله سیوم را که دهشت افکنها نقشه آن را ریخته بودند خنثی کردند. بنا به معلومات نهادهای امنیتی ایران حملگران مسلح با لباس زنانه وارد پارلمان شدند. وزارت امور داخلی کشور میگوید نگهبانان پارلمان امکان ندادند که حملگران به وکیلان مردمی نزدیک شوند و به گفته رئیس پارلمان با وجود حمله پارلمان جلسه را قطع نکرد. مسئله جزئی است ولی خب این نشون میده تروریست ها دنبال مسئله سازی هستند و مخصوصا ایران که یک قطب فعال و مؤثر در مبارزه با تروریسم است. اونها یه خدشه‌ای میخوان در این زمینه ایجاد بکنن. حتما نیروهای امنیتی با اونها برخورد جدی خواهند داشت و انشاءالله این مشکل حل خواهد شد. مسئولیت حمله های روز چهارشنبه را گروه دهشت افکن دولت اسلامی بر دوش گرفت. کارشناسان هجوم اخیر را اولین حمله این گروه ستیزجوی سنی مذهب در قلمرو ایران، کشوری اساساً شیعه مذهب منطقه خاورمیانه، ارزیابی میکنند.